بازیگرای ترکی که برای همیشه محجبه شدن و بازیگرایی که حجاب را تجربه کردن با هم ببینیم. یادتون نره که روی دکمه عضویت کانال یوتیوبی لنز بزنید. شماره 1. بشرا آپایدین. بشرا مدل و بازیگر 26 ساله ترکی که از زیبایی و موقعیت اجتماعی چیزی کم نداره و از 8 سالگی با کمک مادرش شروع به بازیگری کرد، در سال 2016 و درست وقت 22 ساله بود تصمیم گرفت با حجاب بشه. بشرا اعلام کرد که همه چی برای اون مهیاست، اما دوست داره به سمت معنویت بره. این بازیگر جوان بعد از حجاب هم به فعالیت‌های خودش با قدرت ادامه داد. این در حالیه که خانواده بشرا کاملاً به اون آزادی دادن. اون در پاسخ به این که ناراحت نیست که به خاطر حجابش پیشنهاد کمتری بهش میشه گفت بعضی چیزا گذرا و بعضی چیزا دائمی هستن. حجاب برای من یه موفقیت دائمیه. پول، شهرت و ثروت نتونستن من رو پر کنن و من برای کامل شدنم این تصمیم رو گرفتم و کاملا راضی هستم. هرچند که میدونم 22 سالهای زیادی هستن که این تصمیم منو درک نمی‌کنن. نکته جالب در مورد بشرا این که خانواده مذهبی داره ولی مادرش محجبه نیست. شماره 2. غمزه اوزچیلیک. بریم سراغ ملکه زیبایی ترکیه، بازیگری که داشت به سرعت برق و باد مسیر ستاره شدن رو طی می‌کرد. غمزه که به خاطر بازی در سریال پلیسی جانان بین طرفداراش به جانان معروف شد، توی یه توییت به طرفداراش اعلام کرد که از شهر و هیاهو و شلوغی خسته شده و میخواد یه زندگی روستایی ساده داشته باشه. اما زمان زیادی از این حرف نگذشت که غمزه اوزچیلیک عکسایی از خودش رو با حجاب منتشر کرد و بعد از اون در مناسبت‌های دینی و انسانی دیده شد. اینطور که به نظر می رسید اون قصد داشت فصل جدید زندگی خودش رو زیباتر از قبل رقم بزنه. غمزه یه مؤسسه خیریه تأسیس کرد و با کمک مالی خیرین به حفر چاه، تأمین مالی فقرا و تهیه اسباب تحصیل و بازی برای کودکان پرداخت. غمزه مرزها رو هم در نوردید و به کمک مسلمانان یمن، میانمار و مردم ضعیف آفریقا رفت. غمزه درباره دلیل حجاب خود نوشته که اصرار داشته از خدا بخواد اونو به شکلی قرار بده که باید باشه و اونو به سمت کاری که باید انجام بده هدایت کنه. غمزه بار دیگه گفته امروز از خداوند به دلیل هدایتش به راه خیر و حفظ نمازهای 5گانه شاکره و دیگه میدونه زن مسلمانیه که باید حجاب بپوشه و به اون چه خداوند مقرر کرده پایبند باشه. شماره 3. توخچه کزاز. توخچه بازیگر و مدل جوان و زیبای ترکیه‌ای بعد از اینکه با یه مسیحی به اسم یورگوس سیتاریدیس ازدواج کرد، دین مسیحی رو انتخاب کرد. اون 3 سال بعد از همسرش جدا شد و به استانبول برگشت و برای همیشه اسلام رو انتخاب کرد. توخچه حتی یه قدم جلوتر رفت و حجاب کامل گرفت. سیگار، مشروبات الکلی و کلوب‌های شبونه رو برای همیشه کنار گذاشت و حتی پیشنهاد ویکتوریا سکرت رو هم رد کرد. ویکتوریا سکرت میخواست اون یکی از فرشته‌هاش باشه، اما اون ترجیح داد زندگی معنوی رو در پیش بگیره. شماره 4. ملتم اوزچیلیک. خواهر زیبارو و خوش استایل غمزه که اونم بازیگره و اتفاقاً اونم جوان و پر از موقعیت‌های درخشان پیش روست و توی سریال بوی توت فرنگی و فصل گیلاس بازی می‌کرد، تصمیم به داشتن حجاب گرفت. اون هم توی کارهای بشردوستانه همیشه پیشتازه. شماره 5. نجلا نظیر.
بازیگر و خواننده 64 ساله ترکی که خیلی مورد احترام و به عنوان پیشکسوت حساب میشه و کلی جایزه رو درو کرده، تصمیم گرفت بقیه عمرش رو محجبه باشه و زندگی رو با معنویت بیشتری پیش ببره. اولین بار بعد از مراسم حج در سال 2012 تصمیم گرفت با حجاب ظاهر بشه. شماره 6. عایشه گلجشکن. وقتی آمبر هرد و لیندسی لوهان بازیگرای معروف هالیوود وارد ترکیه، با اون جمعیتی که 70% محجبه هستن میشن، سعی میکنن که حداقل اصول حجاب رو رعایت کنن. طبیعیه که عایشه هم وقتی به ایران برای مراسم افتتاحیه میاد با حجاب باشه. اما جالبه، حجاب عایشه خیلی شبیه ایرانی ها بود و خیلی هم بهش میومد. خیلی از کاربرای ایرانی به عایشه گفته بودن که با حجاب خیلی زیباتره و عایشه هم به این اعتراف کرد. اون گفت حجاب واقعا زیباست. گفتنیه که همسر عایشه هم یه ایرانیه و عایشه در فرهنگ خودش و همسرش حجاب رو یه ارزش میدونه. شماره 7. نورگل یشیلچای. بیشتر ایرانی‌ها نورگل رو با بازیش روی فیلم جن زیبا میشناسن. برای بازی در این فیلم 5 هفته توی ایران اقامت داشت. نورگل که از مهمون نوازی ایرانی‌ها ذوق زده شده بود، توی این مدت که توی ایران بود حجاب رو تجربه کرد و دیدش به حجاب خیلی تغییر کرد. نورگل اظهار کرد که حجاب زنها رو رازآلودتر میکنه. یه حس معنوی خوب که دوست داری همیشه باهات باشه، اما خب سختی‌های خودش هم داره. نورگل که برای بازی در این فیلم چادر سر کرده بود، با واکنش حیرت انگیز ایرانی‌ها مواجه شد. به دید مردم ایران و البته دست‌اندرکارای جن زیبا، چادر خیلی بهش میاد. نظر شما چیه؟ شماره 8. هانده ارچل. هانده که از اون عکسای زیادی با حجاب ساخته شده، با ورود به فیلم مست عشق به کارگردانی حسن فتحی حجاب رو تجربه کرد. بعد از تست گریم هانده از اینکه توی فیلم تاریخی بازی میکنه، ابراز خوشحالی کرد. اون گفت پوشیدن این لباسا خیلی خوشاینده. خیلی از مردم ترکیه تصاویری از هانده رو با حجاب کامل درست کردن و در فضای مجازی به اشتراک گذاشتن. خب دوستای لنز، نظرتون درباره این ویدیو چی بود؟ به نظرتون چی باعث شده این بازیگرا در اوج شهرت به حجاب روی بیارن؟